اپا جان من میخوام یک چیز رو پرسم. خوب دادرکم گوش میکنم. خواهش دارم که فقط راستش رو به من بگید. عزیزکم آخر که من به تو دروغ گفته بودم که باز این بار ما رو تحقیر کرده استوده. من حالا چی مبادا رو در نظر دارم؟ ای داری که شوخو کنجکا بی من. های بپرس باز چی میخوایی دانستن؟ باره شما پیاله یا کاسه رو شکسته؟ از آشخونه خودمون رو در نظر داری؟ بله بله. بگید گفتم که راستش رو فقط. بله شکستم. پس چی کار میکردید؟ مادرم خبردار شد یا نه؟ هم ها و هم نه. چخیل هم ها و هم نه. من شما چی رو شکستید؟ پیاله و یا کاسه؟ من بسیار پیاله ها رو شکستم اما مادرم نمیدیدن. بعد پیاله شکسته رو چی کار میکردید؟ از سیریزه میپرتافتید؟ نه عزیزکم راستی من هم به مثل تو خورد بودم، یعنی در همین سن سالی تو بودم. باره پیاله رو شکستم، از مادرم ترسیدم. بعد با قطعه پرتاب آهستکک پرتافتم. فکر کردم که مادر جانم ما رو برای شکستن پیاله سرزنش میکنند. همون شب خوبم نبرد. وجدانم ما رو خوب کردن نگذاشت. سرخستم و به نزد مادرم رفتم. با اصل واقعه رو با اون نقل کردم. با گناه کردم اقرار شدم. بعد چی شد؟ مادرم شما را سرزنش کرد؟ سخت جان کرد؟ میدونی چی؟ مادرم پیاله شکسته رو گاهی دیده بوده است. او انتظار شده است که آیا من با گناه کردم اقرار میشوم یا نه. تو باور میکنی؟ براستی؟ بله، وقتی که من با گناه کردم اقرار شدم مادر جانم خیلی خرسند شدند و من رو نصیحت کردند که هیچگاه پدر مادرتان رو فریب ندید، دروغ نگویید، پناهگاری نکنید. اینها عملهای بد اخلاقی است. بعد فهموندند که شکستن افکندن کارهای تصادفی میباشند، نه برقصد کاری و این گناه نیست. یعنی شکستن یگان چیز گناه شمرده نمیشود؟ نه دادرکی مهربانی من، تنها چیزی مشکسته رو احتیاط کرده استفاده بردن لازم است تا که افتیده نشکنند. فقط همین. فهمو؟ اسماعیل جان اگر یکم چیز شکسته باشی خوبترش رفته به مادرم اقرار شو. اگر از سریزه اون رو نپرتافته باشی. حالا نپرتافته ام. رو اقرار شو. مادرم هیچ چیز نمیگن، گویی که تصادفاً افتیده شکستم. خوب شده سپا جان، من با مادرم حتما میگویم در حقیقت چاینک تصادفی افتی. اوه دادر جانه که عزیزی منه. دوستانی عزیز، شما هم هیچگاه پدر مادرتان را فریب ندید، دروغ نگویید و این چنین پناهگاری نکنید. از این اقدام شما آنها میرنجند، ناراحت میشوند. خوبترش با آنها راستگو باشید. والدین عزیزان مایند، آنها هیچگاه نمیرنجند و همیشه ما رو میبخشند.